تبدیل واحدها حجم یا گنجایش. خب توضیحاتش رو تو تبدیل واحدهای دیگه دادیم، تو مساحت و طول. میایم فقط برای حلش. ببینید گفته 5.2 دسیمتر. من بالای دسیمتر مکعب می‌نویسم 5.2. خب چند سانتی متر مکعب میشه؟ خب از چپ میخوام برم به سمت راست، ممیز رو باید ببرم سمت راست. چقدر؟ خب بین سانتی متر مکعب دسیمتر 3 تا صفر وجود داره، میشه 5200. یعنی ممیز اینجا بود اومد اینجا، 3 تا اومد سمت راست. بعدیش گفته 34,000 میلیمتر مکعب چند سی میشه؟ خب میخوام از میلیمتر مکعب بیام به سی. ببین این انگشت هم سی میلیمتر سانتی متر مکعب هیچ فرقی با هم ندارن، فقط اسمشون فرق میکنه. یا مثلا دسیمتر مکعب و لیتر هیچ فرقی با هم ندارن. خب میام به سانتی متر مکعب دیگه، یا میام به سمت سی انگشت سی. خب چقدر میام عقب؟ ممیز جلوشه دیگه، باید 3 تا بیام سمت چپ، چون بینشون 3 تا صفر وجود داره، میشه 34. 3 تا صفر رو میتونیم نذاریم، همون 34 میشه. خب بعدیش گفته 300 سی سی. خب 300 سی سی چند میلی لیتره؟ خب میلی لیتر و سی سی انگشتشون یکیه دیگه. خب 300 سی سی همون 300 میلی لیتر، هیچ فرقی ندارن با هم. اینم از این. پس این میشه 300، این میشه 34، این میشه 5200. خب اینجا 2.37 لیتر. خب لیتر اینجاست دیگه، همون انگشت دسیمتر مکعب. چند میلی لیتر مکعبه؟ میلی متر مکعبه. خب بینشون 6 تا صفره، ممیز باید 6 تا بره سمت راست، 2 تا خود عدده، 4 تا هم صفر میذارم. یعنی اینجا بود میاد اینجا، 6 تا اومد سمت راست، میشه 2,170,000 میلی متر مکعب. خب 25 لیتر، 25 لیتر میشه چند متر مکعب؟ خب لیتر رو میدونم 25، ممیز نداره، این ممیز جلوشه دیگه. خب چند متر مکعبه؟ خب من باید بیام سمت چپ. چند تا؟ 3 تا. خب ممیز و 3 تا باید بیام سمت چپ، میشه 25,000. 25,000 به همین راحتی.